موعظه ای که الحال بر شما آماده کردیم این درباره مرگ است. ما و شما باید بدانیم که مرگ اولا چی هست و چگونه به سر بنده مؤمن حمله ها دارد. میخوام این آغاز موضوع را از یک غزل از مسکین شاهانی هست بر شما افتتاح کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سینه ها بریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. این سینه ها بریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. این دیده ها گریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. ما را غضب کرده خدا، ما را غضب کرده خدا، از دوستان خود جدا، هستیم غریب و بینوا از دست کی؟ از دست مرگ. در دشت ها آواره ام، در دشت ها آواره ام، چون غنچه صد پاره ام، خود بنده بیچاره ام از دست کی؟ از دست مرگ. من زهرها نوشیده ام، من زهرها نوشیده ام، چشم از همه پوشیده ام، زهراب غم نوشیده ام از دست کی؟ از دست مرگ. گلگون قبا پوشیده ام، گلگون قبا پوشیده ام، سر در کفن پیچیده ام، دریا صفت جوشیده ام از دست کی؟ از دست مرگ. هر دم ز من فریادها، هر دم ز من فریادها، فردا بگویم دادها، من میروم از یادها از دست کی؟ از دست مرگ. مسکین سخن کوتاه کن، مسکین سخن کوتاه کن، برخیز و عزم راه کن، یا شکوه بر الله کن از دست کی؟ از دست مرگ. از دست کی؟ از دست مرگ. حضرت گفتند ای مسکین از جای خود بخیز و این نظم و غزل خطا کوتاه کن، زیرا که شاید که بالای همین کتابت غزل باشه که همون مرگ که تو یادآوری داری بالای تو حمله کند. زیرا تو نمیدانی که مرگ در کدام ساعت بالای تو می آید. البته به البته بچه عمر عبدالله خدا رحمت کند، عمر با همراهی این بچهش اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بمنکبه، روز رسول اکرم از سر شانه من داشت و چی گفت؟ و قال یا ابن عمر، ای بچه عمر، کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل. بچه عمر، من بر تو نصیحت میکنم، نصیحت من همین است که در دنیا مثل غریب باش او عابر سبیل، یا مثل که یک آدمی که از راه گذرانده هست و میرود راه را تمام میکند مثل همون باش. در دنیا خطایا رونده راه حس کن یا مثل یک غریب حس کن. حضرت وقتی میگه این نصیحت من گرفتم
و کان ابن عمر، و دائم همین بچه عمر چی میگفت؟ مردم می گفت اذا امسیت فلا تنتظر صباح و اذا اصبحت فلا تنتظر مساء. ای مردم، من از پیغمبر خدا یک نصیحتی گرفتم که بر شما خلاصه او را میگم. خلاصه این نصیحت پیغمبر این است که اگر شما در بیگاهی قرار داشته باشین، نفس خودتان تا سحر مهلت ندین. اگر بیگاه شما زنده باشین، شما 100% باوری نکنین که شما تا سحر زنده میمانین، همچنان باوری در دلتان پیدا نکنین. و اذا اصبحت، وقتی که اگر سحر شد تو از خواب خیستی، فلا تنتظر مساء، تا بیگاهی را جان اخته مهلت نتی، تا بیگاهی را باور نکن که من زنده هستم، بلکه چیکار کن؟ خذ من حیاتک لموتک و من صحتک لسقمک. حضرت نصیحت کردن ما و شما را که از این خاطر این حیاتی که بالاش مرگ هجوم دارد از دست شما میگیرنش، از این خاطر برای روز مردن تان این حیات غنیمت بشمارین. و این تن صحتی که قدم زنان به مسجد دوان دوان میایین، این تن صحت هم غنیمت بشمارین برای روزی چی؟ برای روزی مرگتان. از این خاطر مسکینم گفتن تیزتر غزل بود کن، شاید که این مرگ نامعلوم است که این ساعت بالای من میاد یا ساعت دیگر. مرگ خود چی معنا دارد؟ مرگ در قرآن به نام موت ذکر می شود که ترجمه فارسی زبان ما و شما موت این خود مرگ می دهد. مرگ چی معنا دارد؟ مرگ معناش همین است هر جا که سری خدا پیش کرد، اونجا بالای چیزی که اگر هجوم کرد اون چیز ناپدید و اون چیز از بین دور می شود. این مرگ هم تا مخلوقی هست که اگر بالای ما و شما که هجوم میکرده است، ما و شما را ناپدید و از بین می برده است. این معنای موت است، این معنای مرگ است. خدا در قرآن شاید 10 جا، شاید زیاده از 10 جا بر ما و شما تذکر می دهد، به ما و شما یادآوری میکند از موت. که من اولا افتتاح سخن ما میخوام از ترجمه آیت ها بر شما برسانم. نظر به سوره عمران میکنیم، آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كل نفس ذائقة الموت. تمام آن چیزی که صاحب روح است، صاحب جان است، صاحب حرکت کننده است، خواه از جنس آدم است، خواه از جنس جین است، خواه از جنس فرشته است، عاقبت مرگ را می چشد. این یادآوری خداست بر ما. هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود و باقیست خدا خواهد بود. بجز خدا دیگر هیچ زی روح در روی دنیا باقی نمیماند. فقط و فقط دنیا از خدا برد و باز به سوی خدا رجوع میکند. سوره نحل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خدا در سوره نحل چی میگه؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقتی که اگر اجلهای شما، مرگ بالای شما که آمد، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هیچ کس حق ندارد این مرگ که من فرستادم
او را 1 ساعت یا پیش پرتاید یا 1 ساعت قفاش پرتاید. هیچ کس حق ندارد. اجل آمد، به ساعت و به دقیقه و به ثانیه خودش باید که بالای بنده یا بالای چیزی نباشد هجوم خودش البته بکند. هیچ کس حق ندارد این مرگ از بالای آن چیزی که من روان کردم از بالای او بگرداند. نه 1 ساعت پیشش کرده میتواند، نه 1 ساعت قفا. روزی که اجل در آید از پیش و پسد، روزی که اجل در آید از پیش و پسد، شک نیست که مهلت ندهد 1 نفست. بین روزی که اجل در آید از پیش و پسد، شک نیست که مهلت ندهد 1 نفست. یاری نرسد در آن دم از هیچ کست، برباد شود جمله هوای و هوست. در اون ساعتی که مرگ بالای ما و شما می آید، یاری نرسد در آن دم از هیچ کست. هیچ کس بر ما و شما یاری دادن نمیتونه. اگرچه تمام پروفسورهای دنیا، اگرچه تمام دکترهای روی دنیا در بالای کسلی نشسته باشند، مرگ البته بر آنها هجوم میکند و این دکتر و پروفسور هم تماشا میکند، از دستش هیچی نمی آید، یاری رساندن نمیتواند. امروز مردم برای آنی که از مرگ بگریزند لازم شود به مسکو، لازم شود به اسرائیل و دیگر جاهایی که بهترین طبابتچی ها هست بر اونجا رفته میرسند. بهر چی؟ بهر معالجه درد. اگر او دردی مرگ باشد، از اون جانب به همون اسب چوبین گشته می آیند. اونجا مرگ هست، در اونجا مرگ ما و شما را می آبد. خدا در قرآن چی می گوید؟ این تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. در کجایی که نباشید ای بندگان من، مرگ شما را می آبد، اگر چنده که شما در قصرهای مستحکم هم که بدروید. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر قصرهای مستحکمی که به منزله نوک سوزن سوراخی نداشته باشد، مرگ آنجا داخل می شود. مرگ در آنجا شما را البته می یابد. از مرگ گریز نیست. در دیگر جای قرآن سوره جمعه خدا چی می گوید؟ قل، این امر به سوی محمد بود صلی الله علیه و سلم. ای محمد، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. چی گفت محمد؟ گفت بر این مردمی که از مرگ میگریزند بگوشان. چی بگوشان؟ فانه ملاقيكم. شما از مرگ میگریزین، هر جا که گریختین مرگ از پیش روی شما میبراید. هر جا که میخواین روین مرگ از پیش چشم شما میبراید. از مرگ گریخته نمیشود. دیگر آیت قرآن سوره منافقون، استعوذ بالله ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا ولا تدری نفس بأی ارض تموت. صدق الله العظیم. خدا چی میگوید؟ ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا. شما نمیدانید که فردا به سر شما چی آمدنی است. شما نمیدانید. ولا تدری نفس بأی ارض تموت. شما نمیدانید که در کدام سرزمین شما جان به حق تسلیم میکنین. اینش هم شما نمیدانید. در کجا شما وفات میکنین هیچ کس نمیداند. تو نمیدانی که در خانه نزد فرزندات وفات میکنی. تو نمیدانی که در راه در سفر وفات میکنی. تو نمیدانی در یگان معرکه نان جان به حق تسلیم میکنی. تو نمیدانی که در راه یگان صدمه راه دچار میشه. این تو نمیدانی. این هیچ کس نمیداند. در راه حضرت سلیمان علیه السلام بود میگد
این جوان خود از مصر بود، لیکن در کدام سرزمین خدا جان او را گرفت؟ دورهای حضرت سلیمان بود. میگد یک جوان نزد حضرت سلیمان آمد، گفت سلیمان گفت از تو یک خواهش دارم. وقتی که میگد این جوان داخل خانه سلیمان شده بود، نزد پهلوی سلیمان میگد عزرائیل برای زیارت سلیمان آمده بود. وقتی این جوان داخل شد و نزد سلیمان نشست و این عزرائیل میگد به این جوان چنان به یک شدت سخت نگاه کرد و بعد زمان رخصت از سلیمان گرفت و گفت من بدتر تر زیارت میکنم و میگه عزرائیل ناپدید شد. این جوان میگه با سلیمان گفت این گفت بر من بسیار با یک شدت سخت نگاه کرد که در وجود من لرزه و ترس پیدا شد. سلیمان گفت من یک خواهش دارم. من گفت شهر خیتای میرم، به نیت تجارت رفته ایستادم، همین باد امر کن که مرا برده بر همونجا برساند. زمانهای سلیمان خداوند میگوید در قرآن که تمام باد، تمام شمال، تمام جین و پری و دیو همه در زیر همین اطاعت سلیمان بود. میگد حضرت سلیمان امر کرد باد را، مثل که امروز خیلی که یک سمالیات یک آدم به یک جای دیگه برده میرساند، این کار باد هم همین بود که انسان میگرفت بر کدام مکانی که میخواست برده میرسانید. میگه این جوان گرفت برده در شهر چین همون خیتای رسانید و گشته آمد و در زمان میگه عزرائیل نزد سلیمان حاضر شد. سلیمان میگه پرسانش کردم عزرائیل این جوان چین قدر تو به شدت نگاه کردی؟ میگه عزرائیل گفت من در حیرت ماندم، مرا خداوند روان کرده بود بهر ان همین جوان که جان ای را تو در خیتای بگیر. وقتی من نزد تو آمدم ای را دیدم، در حیرت ماندم که آخر باید جان ای را خداوند امر کرده بود در خیتای بگیر، این در اینجا هست. لکن امر خدا که بود من در خیتای رسیدم، با مجرد که در اونجا ایستادم باد همین جوان به پیش من آورد، من جانش در همون موضع گرفتم، پس گشته پیش تو آمدم. بین این همون آیتی هست که این تکون یدرکم الموت، در کجایی که نباشید شما مرگ شما را البته مییابد. ولا تدری نفس به ای ارض تموت، در کدام سرزمین شما جان تسلیم میکنید شما اینو نمیدونید. این جوان اگر میدانست که جان او را در همون چین میگیرند، او با چین حرکت نمیکرد، همون نزد پدر مادر خود میستاد. لیکن انسان نمیداند خود با پیش عجل دوان چکار میکند؟ میرود. یک جوان دیگر بود میگد دائما دعا میکرد اللهم اغفر لی ولی ملک الشمس، خدایا مرا و ملائکه آفتاب را خدایا مغفرت کن. دائم میگه دعاش همین بود. البته ماهتاب هم به خود ملائکه های دارد، شمال هم به خود ملائک دارد، رزق رسان خداوندم که باشد خدمتگارهای و ملائکه ها هستند، آفتاب هم به خود گرداننده آفتاب هم خداست، لکن این هم به واسطه ملائکه ها می شود. میگه دائم دعا میکرد که خدایا مرا و همین ملائکه که وابسته به همین آفتاب است همین را مغفرت کن. دائم میگه دعاش همین بود. باره میگه همین جوان دعا کرد که ای خداوند همون ملائکه آفتاب چی خوب میشود که مرا به نزد خود برد تا که من از همون بالا یک عالمی زیبایی تر نظر کنم. میگد این جوان
ملائکه همون آفتاب امر کرد، فرمان داد خداوند که این جوان دائم در حق تو دعاگو هست و این مطلبش همین است، من بنده خدا هیچگاه ناامید نمی کنم، این جوان گو به نزد خودت بیار. این صاحب دقایق میگوید، میگد وقتی که ملائکه آفتاب میگد راز دل این جوان اجرا کرد و آوردش میگد بر بالای همان آفتاب، این جوان میگد از این ملائکه آفتاب پرسان کرد که ای ملائکه آفتاب چی خوب میشود که رفته همین عمری مرا پرسان کنی که چی مقدارش مانده است. میگد این ملائک نزد همون ملائک صاحب همین موت ملک الموت آمد و گفت فلانی جوان گفت عمرش چند باقی مانده است؟ گفت وای عمرش گفت بسیار طولانی است، بسیار دراز است. گفت چی مقدار دراز است؟ گفت اگر تا وقتی که همون جوان آمده در همون کرسی تو نشیند جانی او را خدا قبض نمیکند. این ملائک میگه گفت الحال در کرسی من نشسته است. گفت نماینده های من خواه جانی او را قبض کردن. بین نماینده های من جانی او را الحال قبض کردن. یعنی خداوند ببین که دعا میکنی خود بر جایی که مرگ لازم است به همون موضع میره، در همون جا جانی تو را میگیره. یک سحر از برنامه شارقه که 1 ساعت موعظه میکنن با زبان فارسی، در همون جا یک مرد یک عجیب حکایه کردن، اونم میخوام همین باعث موضوع ما و شماست. میگد این حادثه در من رخ داد. یک روز میگد من به طرف ریاض میگد بلیت سمالیات داشتم، خواستم که طرف پایتخت همون ریاض برم. در همین حالت میگد یک برادر قدردان داشتم نزد من آمد، گفت همین بلیتی که تو داری همین را بر بلیت من عوض کن، بلیت من 2 ساعت بعد است، من بسیار مشغولم، یک کار دارم که بی نهایت ضرور است، التماس همین را عوض کن. میگه آمده عوض کردیم، او کس در جای من رفت، من بلیتی او را خریدم. وقتی اونا پرواز کردن میگه در نیمه راه بودن که سمالیات چون ترکیش شید. بین سمالیاتی اونها گفت ترکیش شید. همین بلیتی که من در همون باید که پرواز میکردم همین آمد، آدم آمد از من زاره و تولاقتی همین بلیت از من خرید که من سراسیمتر هستم، من کار دارم، من مشغول هستم. مرگ بین چگونه میکشه انسانه. رفت میگه در بین ترکیش شد، اونا همگی همه هلاک شدند، من در قدرت خداوند باز هم تسلیم تر شدم. چی روز است روزی مرگ ای آدمی زاد، چی روز است روزی مرگ ای آدمی زاد، نسازی چون از آن روزی تبه یاد، چرا در غصه آن غم نسوزی، که چشمی خود به سقف خانه دوزی، نفس در غرغره حال دیگرگون، تو دانی و خدا حال ای جگرخون، غمی جان خوردم ای غفلت آهن، مزن در شیشه ایمان خود سنگ. حضرت مولوی میگوید دائما در یاد مرگ باشید، مرگ هیچگاه از پیش چشمتان دور نبینین. رسول اکرم حدیث را میگوید که خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم الی المسجد، یک روز پیغمبر خدا به سوی مسجد میگه میرفت، فاذا قوم یتحدثون و یضحکون، نگاه کرد که همه امتش در قد راه یک جمعیت کلان شدند و چی مسئله را بلند بلند گپ میزنند و یضحکون میخندند. رسول اکرم میگه نزدیک شد، گفت اذکر الموت، گفت ای مردم، گفت اینقدر بلند گپ میزنین، اینقدر بلند میخندین، اذکر الموت، موت یاد کنین، مرگ یاد آوری کنین، اذکروا هازم اللذات، شما
ذکر کنین، یادآوری کنین همان چیزی را که لذت نعمت ها را میشکند، یعنی الموت. موت بسیار ذکر کنین، شما نخندین. لو تعلمون ما اعلمو، در دوام چی گفتن پیغمبر؟ اگر گفتن شما ای قوم میدانستین آن را که من میدانم، لبکیتم کثیرا لضحکتم قلیلا. اگر شما آن چیزی را که من میدانم میدانستین، هر آینه شما گریه را بسیار میکردین و خنده را کم میکردین. آن چیزی را که من میدانم. لو تعلموا البهایم ما اعلم من الموت. رسول اکرم میگه اگر حیوان ها میدانستند که مرگ چی هست، با آن منزله که فرزند انسان به مرگ شناس است میدانست با چی منزله هست، ما اکلتم منها لحما سمنا ابدا. پیغمبر خدا گفت اگر از مرگ آن چیزی را که شما میدانین حیوان ها میدانستند، شما از وجود این حیوان ها گوشت روغنی دار را نمیافتین. گوشتی که در او قبط روغن باشد، اون گوشت شما از تنه حیوان نمیافتین، در صورتی که اگر همین حیوان ها میدانستند که سختی مرگ چیست و مرگ چیست. لما خلق الله تعالى الموت حجبه الله من الخلائق بألف حجاب. صاحب دقایق از نام پیغمبر خدا روایت میکند، میگوید که وقتی که خداوند همین مرگ خلق کرد، این مرگ خودش مخلوق است. مثل چگونه ای که ملائکه ها را خدا خلق کرده است، مثل همین ملائکه ها را خلق کردنش همین مرگ هم خلق کرد. وقتی میگه خلقش کرد، پیداش کرد و او را میگه پس هزار پرده پنهانش کرد. و عظمته اکبر من السماوات والارضین. چنان میگه همین مرگ کلان بود، چنان کلان بود که حتی میگه زمین و آسمان کلانیش بر او برابر شده نمیتونست. همتا میگه خداوند یک مخلوق بی نهایت کلان خلقش کرد. لا یدرون مکانه ولا یدرون ما هو فقط یسمعون صوته من کل حول. صاحب دقایق میگه یگان ملائک نمیدانست که این چی هست و مکان این در کجا هست، فقط آوازش میشنیدن که میگه داد میزد، فریاد میزد، فریادش میشنیدن، لکن نمیدانستن در کدام مکان است و این چی باشد، چی وظیفه را اجرا میکند، اینش نمیدانست. تا وقتی چی؟ تا وقتی که آدم خدا خلق نکرد. وقتی میگه آدم خدا خلق کرد، این مرگ میگه فرمایش داد که بالای همین تمام مخلوق من پرواز کن. وقتی میگه مرگ پرواز کرد، همه این ملائکه هایی که خلق شده بودن همگی میگه از هوش رفتن. بعد مدتی میگه خداوند باز در مکان خودش همین مرگ قرار داد و گفت یا عزرائیل قد سلطتک علیه. عزرائیل گفت این مخلوقی که دارم ایرا نامش مرگ است، من بالای این مرگ تو را مسلط گردانیدم، تو بالای این غلبه میکنی و این از آن تو هست. عزرائیل حیرت دماندن، گفتن به ای قوه آخذوه. خداوند گفت این بزرگی را بین، کلانی را بین، قوتی را بین، با کدام قوه می را میگیرم؟ در نزد قدرت خداوند اینا که مخلوق خداوند که بدن هیچی نبود. گو عزرائیل گفت نزدیک بر او شو، او سکون میکند، او سکوت میکند، او با تو رام میشود.
وقتی میگه عزرائیل که بر اون نزدیک شدم، در حال میگه سر پیش من تعظیم کرد و محتاج بر من شد. از اون روز اعتباراً این مرگ در دست کی رفتید؟ در دست عزرائیل رفتید. عزرائیل میگه وقتی که او را من مسلط بر خود گردانیدم و او را محتاج خود گردانیدم، با امر الهی میگه این موت از جانب خود به سوی خداوند فریاد زد: پروردگارا ایذن لی حتی انادی فی السماء والارض مرتن. میگه همین مرد به سوی خدا چی گفت؟ گفت خدایا، گفت من کو مرا کو تو غلام این عزرائیل گردانیدی، من میخواهم که یک فریاد در بین آسمان و زمین بزنم. خداوند گفت که اجازت از برای تو فریاد بزن. میگه این موت چی گفت؟ این مرگ چی گفت؟ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب. من همان مرگ هستم که جدایی میدازم بین دو دوست، دو رفیقی که با یکدیگر سخت رفیقند. بالای یک تاش وقتی که من میایم این رفیقی اینها از بین نابود میشود. انا الموت الذی افرق بین کل المرأة و زوجه. من همان مرگ هستم که بین شوهر و بین زن جدایی می اندازم. انا الموت الذی افرق بین الآباء والابناء. من همان مرگ هستم که بین فرزند و بین پدر داغ میگذارم. من همان مرگ هستم. لا یبقى احد حتی یذوق منی. میگه در آخر این مرگ چی گفت؟ بر همه شما خبر میتم که هیچ کس در دنیا باقی نمیماند تا آن زمانی که اگر از من لذت نبرد، تا اگر من بالای او نیام و این سختی جان بالای او اگر روانه کنیم، او از دست ما نجات نمییابد. این البته همان مرگ است. وقتی انسان این موضوع را انشاءالله ما و شما شاید دو جمعه کنیم، برای وقتی ما و شما خیلی نزدیک مانده است. کمی از شدتش بر شما گپ میزنم، بعدا انشاءالله باز این موضوع ها تکرار می شود. این مرگ چگونه که گفت از من ناچشیده دیگر علاج ندارند، شدتش چگونه هست؟ رسول اکرم میگوید که سلمان فارس این حدیث روایت میکند: شدت الموت قدر شدت الموت که قدر 300 ضربة بالسیف. پیغمبر خدا گفتند شدت مرگ، سختی مرگ چگونه، سختیش چگونه هست؟ گفتند مثل که در شکم به یک آدم 300 بار به شمشیر میزنی چگونه درد داشته باشد، به همین منزله گفت قدر و شدت مرگ همچنان است که در شکم یک آدم 300 بار به خنجر بزن چی مقدار درد پیدا می شود، همین مقدار گفت سکرات موت و غمرات موت همچنان است. از این خاطر باشد که رسول اکرم دم آخرش چگونه بود؟ حضرت عایشه میگوید لطه را تر میکردیم، بالای پیشانی پیغمبر میگذاشتیم و رسول الله میگفت اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت. پروردگارا بر من سختی و مشقت مرگ آسان بکن. میگه رسول اکرم فقط و فقط دعاش در دم آخر همین بود. حضرت ادریس که این قصه قرآنی است که زنده به جنت رفتگی هست، وقتی میگه بی نهایت کار میکرد، بسیار زمین ده کار میکرد، عزرائیل میگه چنان ذوقش میآمد کار ادریس هم میدید. روز میگه از جانب خداوند اجازت گرفت که همین پیغمبری تو را من زیارت کنم و بی نهایت که عبادت زیاد داشت، میخواست که عبادت ادریس تماشا کند. وقتی میگه و هو کان صائم الدهر، میگه صاحب کتاب ادریس میگه دائما روزدار بود. باز از جنت میگه یک مقدار طعام میگه عزرائیل گرفت خانه ادریس آمد نشست.
و ادریس میگد اول نشناخت، طعامی که آورده بود تناول کرد، از بین میگد قریب 4 روز گذشت، نه میخورد نه طاعت عبادت میکند. ادریس که آداب مهمانداری را میدانست پرسانش کرد تو آیا بشر هستی؟ تو آیا از تخم انسان هستی؟ گفت نه من از تخم انسان نیستم، من برادر تو عزرائیل هستم. ادریس با مجرد شنیدن عزرائیل گفت تو قابض روح هستی؟ تو قبض کننده جانها تو هستی؟ گفت بله من هستم. گفت این 4 روز تو در خانه من بودی، آیا تو کسی را جانش قبض کردی؟ میگه حضرت گفتند ارواح الخلق عندی کالمائده اتناولها کما تتناول اللقمه. ادریس گفت جان تمام مردم گفت در نزد من به منزله یک دسترخوان است. چگونه که از هر جاش تو یک لقمه را میگیری میخوری، این جان تمام مردم در روی دسترخوان است در نزد من. کدامش تا که امر شد همون زمان میگیرم. تا امروز چندین هزار جانش گرفتیم. من خود گفت جان میگیرم، فقط کشیش جان با نماینده های من، با خدمتگارهای من وابسته است. اونها میکشند تا حلق میارن و من جانم میگیرم. این گفت به همین منزله است، گفت برای من هیچ مشکلاتی نداره. میگه ادریس گفت عزرائیل گفت تو برادر من هستی، من هم مرگ را چشیدن نمی شود، زیرا خدا گفته از همه نفس باید مرگ بچشد. لیکن من خدا را دوست می‌دارم، ذکر خدا را دوست می‌دارم، میخواهم که ابدی زنده باشم و فقط در ذکر خدا باشم. وقتی جان مرا گرفتی تو یک بار دیگه به سوی خدا باز دعا و تضرع کن، مرا جان دوباره بتد. میگد عهد کردن. وقتی که بعد چند مدتی آمده جان ادریس میگد گرفت و حضرت عزرائیل گفت خدایا، گفت این بنده به سوی تو هم دعا کرده بود، از ما هم تضرع و زاری کرده بود که جان دوبارهش بتیم. چی می شود؟ این ذکری ترا دوست می داشته است، عبادتی ترا دوست می داشته است. خدا که در ازل ادریس کشیده بود جان دوباره رو میگه با ادریس داد. ادریس وقتی میگه از خواب مثل که بیدار میشه، عزرائیل نزد خود دید، گفت برادر عزرائیل گفت این چی دهشت بود که تو بر من روا کردی. گفت ادریس گفت الرفق الذي فعلت بك ما فعلت على احد قط. ادریس گفت چنان مهربانی در وقت جان گرفتن بر تو کردم که چنین مهربانی را برای هیچ پیغمبر پیش از تو نکرده بودم. چگونه معامله کردم؟ حضرت ادریس گفتن آیا با تو وصف کنم، بیان کنم که چگونه جانم دادم؟ گفت بیان کن. گفت این الحیوان اذا انسخل جلده وهو حی فمرارته اشد منه. میگه ادریس گفت ملک الموت گفت جانت از بدن من چنان گرفتی که وقتی که یک حیوان زنده باشد و او را زنده به زنده گفت پوستش میکنن و چگونه درد پیدا میکند، همون درد گفت 1000 مراتبه دیگر گفت با زیادتر از اون دیده. گفت چی شد؟ این جان کندن من گفت بر من سخت آمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. صدق الله العظیم. خدا بر ما و شما میگوید ای بندگان شما از خاک آفریده شدید. یعنی پدر شما حضرت آدم خداوند از خاک خلق کرد. و فیها نعیدکم، شما را مادامی که من از خاک پیدا کردم میگد خدا، و فیها نعیدکم، باز شما البته به خاک مبدل میشین. خاک بودین باز به خاک مبدل میشین. و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى، باز از همین خاک روز قیامت
وقتی که امر به زنده شدن شما می شود، شما باز از همین خاک سر می بردارین. شما خاک از خاک پیدا شدین، به خاک رجوع میکنین، باز از همین خاک روز قیامت شما سر می بردارین. اگر چندی سلیمانی به خاک دهر یکسانی، اگر چندی سلیمانی، سلیمان بی نهایت بای بود، حضرت داوود بچش، اگر چند تای سلیمان باشی، میگه اگر چندی سلیمانی به خاک دهر یکسانی، و یا جمشید و خاقانی به خاک دهر یکسانی، اگر قند و عسل نوشی، اگر قند و عسل نوشی، اگر ملبوسی زر پوشی، به ماهرویان در آغوشی به خاک دهر یکسانی. اگر قند و عسل نوشی، اگر ملبوسی زر پوشی، به ماهرویان در آغوشی به خاک دهر یکسانی. اگرچه فرد دورانی، یعنی اگرچه آدم عادی هم که باشی، اگرچه فرد دورانی، به تخت خیش سلطانی، تو اندک روز مهمانی به خاک دهر یکسانی. اگرچه شاه تورانی، اگرچه شاه تورانی، کی زور از شیر غرانی، پسند پهلوانانی به خاک دهر یکسانی. به یاد روی جانانی، به یاد روی جانانی، جنون تو سینه بریانی، چو بلبل گر غزل خوانی به خاک دهر یکسانی. البته به البته از خاک بودیم، به خاک باز میگردیم، باز از خاک روز قیامت ما و شما سر میبرداریم. ایز خاکت آفریده خاکیا هوشیار باش، خاک بودی خاک گردی در منیان هوشیار باش. البته دنیا جای ابدیت نیست، دنیا جای نیست که ما و شما ابدی زندگی کنیم. اگر از خلاصه مرگ همین ما و شما بفهمیم، همین قدر ما و شما بفهمیم که دنیا جای ابدی نیست، همین برای ما و شما کفایت کننده است. رسول اکرم میگه کفا بالموت واعظا، برای شما داملای امر معروف کننده لازم نیست. در صورتی که آدم عاقل تابوت بیند باید که عبرت بگیرد. میگه پیغمبر تابوت برای شما داملا هست، تابوت برای شما خود مولوی هست، همون خود برای شما عبرت هست. دنیا جای ابدیت نیست. زمان پیغمبر خدا بود، رسول اکرم میگه دائم نماز با جماعت که میخواند، پس میگشت به سوی مردم نمازخانه ها را نگاه میکرد و میپرسید فلانی کجاست، فلانی کجاست. یک مرد و زن بی نهایت در پشت رسول اکرم دائما نماز با جماعت ادا میکرد. یک روز میگه رسول اکرم بین این موی سفید و این عائله موی سفید که کمپیر بودن، اینها حرکت کننده به سوی نماز جماعت بودن. امروز خدا ما و شما را تن صحت داده است، سلامتی خوب داده است، مسجدهای کشاده که باز میگم غنیمت هستند، اینها را داده است. ما و شما به این قدر نعمت خدا نمیرسیم. باز خدا رحمت کند عمر، سخنم کمتر بیرون از موضوع می شود. دورای حضرت عمر بود. حضرت میگه وقتی که پهلو گشتن نگاه کردن که یک مرد در جماعت نیست، میگه گفت فلانی کجاست؟ گفتن فلانی بیمار است.
حضرت عمر وقتی میشنید که فلانی بیمار است میرفت تفتیش میکرد در اصل بیمار است یا نه. میگه وقتی که شنید بیمار است خیست، میگه خانهش رفت، خانه همون مرد رفت، میگه درش تق تق کرد، گفت فلانی، میگه از داخل آواز داد لبی و میگه آمد در کشاد. وقتی عمر دید لرزه در وجودش پیدا شد. میگه ناگفته عمر گفت من سبب نیامدن جماعتم بیمار هستم. حضرت عمر گفت تو بیمار هستی؟ گفت بله بیمار هستم. گفت لعنت خدا بر تو. عمر ترا الحال گفت ای فلانی تو لبی گفتی آمدی کو؟ ترا خدا فیراد دارد حی علی الصلاة حی علی الفلاح، بیاین به سوی نماز، بیاین به سوی نجات. چرا خدا را قبول نکردی گپشه؟ چرا گپی عمر لبی گفتی؟ این عمر خطابش بود. گپی عمر تصدیق میکنی، لبی میگوی، به نزدش میای، گپی خدا اختا قبول نمیکنی. رسول اکرم میگه پرسان کرد این موی سفید و این کمپیره که از پس من نماز میخوام کجاست؟ گفتن اینها یک پسری داشتن، اون پسر وفات کرد. این موی سفید کمپیر پاهاشون از کار ماندگی هست. او فرزند دائم اینا را پشت میکرد، میآورد در پهلوی تو میگذاشت، نمازم میخواندم، باز هوچ کرده به خانه خودش میبرد. رسول اکرم میگه به سوی صحابه گفت آگاه باشین، اگر دنیا ابدی میشد، اگر دنیا یک آدم برای خود قرار میداد و پرورش میکرد و ابدی زنده نگاهش میداد، هر آینه همین جوان خدا نمیکشت، زیرا که بینهایت خدمت شایسته در حق پدر مادر کرده است. لکن دنیا ابدی نیست. این رسول اکرم برای او گفتند. ابن مسعود در حدیث ها میگوید که از نام پیغمبر خدا روایت میکند ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه ثم یکون علقه ثم یکون مضغه. پیغمبر خدا گفته است با درستی این که فرزند آدم در شکم مادرش 40 روز همان آبی که در رحم مادر غلطیدگی هست، در بچه‌دان زن افتیدگی هست، همون آب 40 روز قرار می ایستد، هیچ تغییرات در او آب پیدا نمی شود. ثم یکون علقه، بعد 40 روز این آب رسول اکرم گفت به خون تبدیل می شود. 40 روز دیگر خون می ماند. ثم یکون مضغه، بعد 40 روز پس دیگر این به گوشپاره تبدیل یافتگی، بعد آهسته آهسته از هر موضع او اعضاهای انسان تشکیل شدن میگیرد. ببین در دوام 120 روز 40 روز آب است، 40 روز خون است، 40 روز دیگر گوشت است. 4 ماه، در دوام 4 ماه این الکی به شکل انسانی از 4 ماهگی تبدیل می‌یابد تا 120 روزه. اگر فتوای امروزه میگد اگر زن بخواهد که ابورت کند، یعنی فرزند سقط میگیم، اگر نابود کند جایز است، لیکن بعد 4 ماهگی دیگر جایز نمی شود، حکم قتل در بین پیدا می شود، همچنان که فرزند خودش قتل کرده است. اینا فتوا میگد. خب ثم یرسل علیه الملک فینفخ فیه الروح. پیغمبر گفت بعد 120 روز در همین جنین، در همین فرزندی که در شکم مادر است، خداوند یک ملائکه روان میکند که در او جان بدم. جان در وجود او فرزند داخل می شود و یکتب به اربع کلمات. به همین طفلی که در شکم مادر است 4 کلمه نویسانده می شود. خداوند امرش میکند اولا جان در وجود او داخل کن، بعد 4 کلمه را در تقدیر او کتابت کن. این 4 کلمه چیست؟ اجله، عمله، رزقه، سعید و شقی. بنویس که چند سال عمر میبیند،
بنویس کدام عملها را در دنیا انجام میتد و باز کتابت کن چه مقدار رزق روزی دارد و چهارم کتابت کن که اینه که از شکم مادر بیرون می شود بدبخت است یا نیکبخت. این شم کتابت کن. این یک حجت از نام خدا میگیرد، او را آمده در تقدیر همون انسان چکار میکند؟ می نویسد. خب این مطلب من از این حدیث چیست؟ وقتی که انسان دم آخرش می شود بین باز 5 ملائکه نزد جان گرفتن او می آید. یکمش داخل می شود می گوید السلام علیک یا عبدالله، ای بنده خدا، سلام و رحمت خدا بر تو. اگر بنده نمازخوان و بنده خدا ترس باشد هم تا معامله از جانب این 5 ملائک پیش از جان دادن می شود. می گفت است السلام علیکم ای بنده خدا، انا مؤکل به ارزاقک. اگرچه رزق رسانی تو خدا بود لیکن من همون ملائکه بودم که او رزق به تو می آوردم می رساندم. فطلبت الارض شرقا و غربا فما وجدت من رزقک لقمتا. امروز من تمام روی زمین دور زدم لیکن از رزق تو ای بنده خدا یک لقمه دیگر نیافتم. رزق تو تمام شد. بنده از جانب رزقش امیدش کنده می شود. دویمش داخل می شود. من هم تا سلام می دهد. من کی هستم؟ من همان ملائکه هستم که بر نفسهای تو وابسته بودم که نفسی تو را بیرون می بردم درون می دراوردم. امروز هرچی که کافتم دیگر از نفسی تو دیگر نفس نیافتم. یعنی نفسهای تو هم چی شد؟ تمام شد. رزقی تو تمام شد، نفسی تو تمام شد. داخل می شود دیگرش من وابسته بر نوشیدن آبهای تو بودم. امروز بالای زمین دور زدم برای نوشیدن تو یک قطره آب نیافتم. امیدت ای بنده خدا از نوشیدنم کنده شود. از نوشیدنم بنده در او حالت چی می شود؟ امیدش کنده می شود. دیگرش داخل می شود می گوید من وابسته بر قدم های تو بودم که قدم تو را پیش می بردم پس می بردم به حکم خدای تو. امروز بالای زمین دور زدم لیکن در هیچ جا دیگر تو قدم زدن نمی توانی. قدم تو هم کنده شد. پنجمش می گوید من وابسته بر اجل تو بودم، وابسته بر روزهای تو بودم. امروز هرچی که سراغ کردیم بالای زمین دیگر از حیاتی تو هیچ روزی نیافتم. بنده از این شنیدن اینها البته آگاه می شود که من دیگر در این دنیا قرار من حیات من تمام شد. این ملائکایی که از اول آمدن چی ها کردن؟ ملائکی که آخر آمد چی را البته انجام داد. عبدالله ابن عمر ابن العاص میگوید کان ابی کثیرا ما یقول اینی لا اعجب من الرجل. همین عبدالله ابن عمر ابن العاص، این اون عمر نیست، میگوید من پدر داشتم، پدرم عاص نام داشت. میگفت که من تعجب میکنم، پدرش به همین عبدالله میگفت است من الرجل الذي ينزل به الموت و معه عقل و لسان لا يصفه. میگه از پدر میشنیدم که برای چی که همین آدمهایی را که مرگ بالاشان میآید در زمانی که زبانشان کار کردی سای در زمانی که عقلش با همراهی خودش هست چرا که وصف نمیکنن که مرگ چگونه سخت است؟ چرا وصف نمیکنن؟ عبدالله میگه وقتی که همین پدر ما اجلش آمد بالای سرش آمدم گفتم پدر تو دائم میگفتی که من در مردم تعجب ده هستم که زبانهاشون کار میکرد عقلهاشون با خودشون بود، چرا که شدت مرگ بر ما بیان نمیکنن؟ امروز بالای تو همین شدت مرگ آمد است
چرا صفت نمیکنی؟ میگد پدرم به جانب من گفت الموت اعظم من الوصف. عبدالله گفت در حقیقت من میگفتم که چرا مردم وصف نمیکند، لیکن این شدت مرگ، بزرگی مرگ از وصف کردنم بالا بوده است. ایرا وصف کردن نمیشید است. ولکن سأوصف منه شیئا، لیکن عبدالله من بر تو کمی از این را بر تو بیان میکنم که شدت مرگ چگونه من حس میکنم. حضرت چی گفتن؟ گفتن علی کتف جبل و رزبه. الحال گفت عبدالله من حس میکنم که من نمیدانم که بالای همین کتف من همون کوی رزوان هست یا نه، لکن حس کرده ایستادم که همون کتف من ده یک کوی کلانی که در پهلوی خانه داریم بالای کتف من است. من کتف ما جمانده نمیتونم. من همتا تصور کردیستم. و دویم چیزی که حس میکنم الروح تخرج من ثقب الابره. همون پلوش سوزن میگه ما و شما. آیا همون سوراخی سوزن گفت دیده عبدالله؟ حس میکنم که نفس من فقط به همون سوراخی برآمده است. چنان یک مشکلاتی بالای من آمده است که همین شدت مرگ همتا حس کردم. بالای کتفم یک کوه هست و نفس من به مثل همون سوراخی سوزن میبراید. و فی جوفی در شکمم باشد شوکتون اوسج. در داخل همین روده های من حس میکنم که بوته خار مرغیلان داخل است که هر یک رگ مرا او میخلاند. همچنان گو حس میکنم. و دیگر وصفی که بر تو کنم گو عبدالله این است که من در همین زمینی که خوابم الحال زمین آسمان در بالای من نزدیک آمده است. فکر میکنم که بین این الحال من جقیده میشم. آیا همتا هست؟ عبدالله که میفهمید اینها یعنی الکی در بگیم یک خیالات این بنده، الکی در روح این بنده گذشته سای. خدا همتا شدت مرگ به بنده همتا ایشان میتد، اگرچه چشم انسان او را نمیبیند. اینا البته شدت مرگ هستند، شدت موت هستند. مرگ البته آمدنی هست، در آمدن مرگ هیچ شک و شبهه‌ای نیست. شاعر عرب میگه الموت یأتی بغتة. مرگ ناگهان به سر بنده مؤمن می آید. مرگ پیشکی حجت ندارد، پیشکی یگان دستخط ندارد، یگان مکتوب روان نمی کند، بلکه ناگهان به بالای بنده چکار میکند؟ هجوم میکند. در هر حالت ما و شما البته تیار باشیم. چگونه ای که رسول اکرم پرسیدند من اکیس الناس، من اکرم الناس، زیرکترین مردم کی است؟ کی است؟ از همه زیرک، از همه چقان، از همه هوشیار کی است ای پیغمبر خدا؟ و کی است از همه دیده مکرمترین انسان در نزد خدا کیست؟ رسول اکرم چی گفت؟ گفتند من یذکر الموت، کسی که زیاد ذکر میکند موت را، کسی که بسیار به یاد خود میارد موت را. و اشدوهم استعدادا له، و از همه زیرکترین، از همه هوشیارترین بنده همونی است که اولا دائما در یاد مرگ است و دوم این که برای روز مرگش فقط توشه ذخیرت میکند، فقط جمع میکند، عبادت کارهای نیک جمع میکند تا که او یقین میداند که روز از روزها این دنیا را البته میگذرد. افسوس میخوریم دیگر فایده ما نمیکند. مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال. وقتی مرده را میگه بالای همون تخته در راست میکنند برای شستن، همون مرده میگه یک صدای دارد که صدای او را انسان نمیشنود. لیکن او چی میگوید؟ مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال. بود مثل تو تر و تازه، قوت داشتم به اندازه.
همراه جسم بود جان من، مدت گفتم این و وان من. در محلی که کردم و گفتم، بود فکرم عیالم و جفتم. تا که گشتم خراب و بیچاره، ناتوان حال زرد رخساره. حضرت میگه به سوی همون غسال همین گپا را میگفته است که ای غسال، من هم مثل تو تر و تازه بودم، من هم مثل تو قوت داشتم، مثل تو حرکت کننده بودم. هر دمی که میخیستم و مینشستم، فرزندها و زن و فرزندهام در یاد من بود. حتی چنان مهنت زحمت برای من فرزند و کودکان کردم که این چهره زردی که از من میبینی همه این برای فرزند زن است. مهنت ها میکردم، لکن امروز چیکار کنم که مرگ بالای من آمد و مرا بالا برای شستن آماده کردن. من خود دیگه غیرتی ندارم که بدنی خود بشم. میروم برای زیمو باریک، در دوام میگفته است، میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. البته راه میرم که خیلی راه باریک است. خانه داخل میشم که هیچ روشنی ندارد. روشنی گور چی است؟ قرائت قرآن است. روشنی گور چی است؟ نمازی با جماعت است. روشنی گور چی است؟ ترس خدا است. میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. این همه در مقام میماند، سر تنهام میفرستاند. همه آن چیزایی که من در دنیا ذخیره کردم، همه آن چیزایی را که من توپ کرده جمع کردم، همه این در مقام میماند، سر تنها میفرستاند. سر تنهای مرا میفرستاند. در دوام گفت آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. آن چیزی که وقتی جان دادن من گذشت، ای را بجز خدا و بجز من دیگر هیچ وصف کردنش ناممکن است. آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. بعد از این عقوبه هاست پی در پی، می ندانم چی بگذرد در وی. با بعد این جان دادن من میدانم که چند عقوبه های دیگر، عذاب گور است، سوال منکر و نکیر است، گذشتن پول صراط است، دادن نامه اعمال است. آیا اینهاش چگونه بر بالای من میامه باشد؟ اینش من نمیدانم. حضرت در آخر ما و شما را همان مرده نصیحت میکند. زنده ها که نصیحت دارند، مرده بر ما و شما چی میگوید؟ گوش باید بشنود این را. برای این سخنهایی که میگیم، برای این گوش انسانی در کار، گوش عاقلی در کار، گوش آدمی در کار که این گپ در اصل قبول کند. گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. برای این سخنها گوش در کار. گوش سر با جمله حیوان همدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است. برای این سخنها گوش دل لازم. گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. با چشم میبینی مرده را میشوی، با چشم میبینی تابوت را میبرداری، با چشم میبینی برده را در لحد جا میکنی، لکن تعجب آور است که خود عبرت نمیگیری. خود به خود نمیای که فردا من هم داخل این قبر هستم، من هم البته یک مردشوی را بهر من میکابند. این شب به یاد ما و شما نمیآید. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. عقل باید کار فرماید، مرده را بیند و به خود آید. حضرت میگه مرده را که دیدین به خود بیاین. همون خود مرگ است. اون حالی که او برادر گرفتار است، او را مرگ هم کرده است. من بر شما نمیگم که تمنای مرگ کنید، زیرا ابو هریره روایت میکند، حدیث پیغمبر خدا را رسول الله گفته است لا یتمنى احدکم الموت. امتان من، شما مرگ آرزو نکنین. نگین که خدایا مرا تیسر از دنیا ببر. ایرا نگین که شما گناهکار میشین. نگین که خدایا مرا تیسر از دنیا ببر. برای چی؟ برای این است که رسول الله میگه که لعلکم یزداد
اما محسنا لعلکم یزداد. اگر تو آدم نیکوکار باشی شاید نیکیت زیاد شود. و این کان مسیئا، اگر تو گناهگار باشی لعلکم یستعتب، شاید که تو توبه کنی و به سوی خدا باز بگردی. از این خاطر گفت شما مرگ هیچگاه افسوسش نخورین، هیچگاه تمنا نکنین، لکن استعید للموت قبل نزول الموت، پیش از مرگ آمدن شما حتمی برای مرگ برای خودتان آماده داشته باشین، باید که تیار باشین. شما فکر نکنین الحمدلله که امروز نوابسته من بدانم که آدمی در زینه پست از دنیا میگذرد و مالدار و دولتدار و منصبدار نمیگذرد، این برای ما و شما یک افسوس است، لیکن همه میگذرد. در دنیا هیچ کس ابدی نمیماند، همه مورد سوال در نزد خدا با قرار میگیرد. این است یک مختصرا درباره مرگ و آن شدت هایی که البته دارد. باز بر شما میگم که خیلی موضوع مرگ خیلی موضوع درازی هست. برای مرگ بیان کردن شاید برای ما و شما با 2-3 جمعه دیگر لازم باشد که باز ایرا مفصلتر و مکملتر برای شما بیان کنیم. لیکن البته برای آدم عاقل باز گشته میگیم که همین تابوت هایی که از پی شما میگذرد همین خود همش موعظه هست، همین خود خبردار کردن است که ای انسان تیاری خطبه بین که فردا نوبت تو هست.